بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه فراموش نکرده باشید جلسه قبل داستان سلمان فارسی رو ما با هم شروع کردیم و الان قسمت دوم داستان هست. گفتیم ایشون رفت ملازم یک اسقف و کشیش طماع و طمعکاری شد، چگونه اون مردم رو تشویق به خیرات و نیکی میکرد و این اموال و دارایی‌ها رو برای خودش به جایی که به فقرا و نیازمندا و بیوه‌ها و یتیما بده ذخیره میکرد و وقتی هم مرد سلمان میگه من بهش کیسه های طلا 7 کیسه طلا و نقره‌ای که داشت به مردم نشون دادم، مردم چطوری جنازه‌شو دفن نکردن، سنگ زدن، اینا یادتون باشه گفتیم دیگه. حالا چجوری از پیش پدرش فرار کرد و اومد نصارا شد و بعد یک کشیش دیگه همراهش شد. با اون کشیش دیگه بالاخره آدم خوبی بود، بعد از که مرد باز گفت برو به سرزمین موصل، در اونجا پیش شخص دیگری که اون هم انسان نیکی، میگه پیش اون هم بودم تا اینکه مرگ اون فرا رسید. حالا میریم دنبال ادامه قصه. ایشون میگه که خب زیاد طول نکشید تا اینکه مرگ این شخصی هم که در موصل بود فرا رسید. گفتم فلان اینیا کن تو مریضی، الان در بستر مرگی، اگر تو مردی من چیکار کنم؟ بگو من چیکار بکنم؟ نظر تو من کجا برم؟ با کی همراه بشم؟ میدونی من غریب و تنها ام و سفارش تو کیه؟ میگی من برم پیش چه کشیشی اگر میشناسی در کجا باشم؟ یا گفت پسرم نگاه کن، قسم به خدا من کسی رو نمیشناسم این گونه باشه، ولی یک فرد در شهر نسیبین، در نسیبین هست که اون آدم خوبیه، اونطوری که من شنیدم، برو به اون ملحق شو. میگه بالاخره این مرد و من هم رفتم پیش این شخص در نسیبین، داستان خودم رو براش تعریف کردم، چگونه در ایران من نصارا شدم، چگونه پیش پدرم فرار کردم و تا اینجا شده. و گفتم که اون آخرین دوست ما که در موصل بود گفت من بیام پیش تو، اونم گفت اشکال نداره پیش من بمون. میگه پیش این هم من مدتی موندم و بر همون شرایط بودم، اون هم آدم خیر و نیکی بود و قسم به خدا تا اینکه همچنان که اونم بالاخره مرگش رسید و باز دم بستر بیماری و مرگ بود، بهش گفتم تو میگی من چیکار کنم؟ تو هم که داری میمیری و من هم نمیخوام تنها باشم، میخوام پیش کسی باشم که دین رو بفهمم و به بندگی خدا بکنم و حقیقت رو بیشتر تشخیص بدم. گفت نگاه کن پسر من، قسم به خدا در این امور من کسی رو نمیشناسم مگه یکی چیزی در اموریه در شهر در عراق که برو پیش اون به اون ملحق بشو، در روم، در اموریه در روم که بین رومی ها اون آدم خوبی هست، برو به اون ملحق بشو و اون آدم خوبیه. میگه من رفتم پیشش و بالاخره داستان خودم براش تعریف کردم، اونم گفت باشه. کشیشی بود و مسئول کلیسایی بود، گفت پیش من باش، من پیشش بودم و میگه اون هم مثل این کشیشای چند تا کی آدمای خوبی بودن، منم همراهشون بودم و آدم خوبی بود. تا من بالاخره در این مدت تونستم کار بکنم، تعدادی گوسفند و گاو هم برای خودم بالاخره فراهم کرده بودم و بالاخره میگه این هم شرایطش اونگونه شد که مرگش فرا رسید و بهش گفتم خب میبینی دیگه شرایط چگونه است، میدونی من برای چی هم سرزمین آبا و اجدادی خودم رو ترک کردم که به حقیقت رسیده باشم و نمیخوام با تجربه به اون کشیش اون اسقف فاسد و ظاهر فریب کسی دیگه گیر من بیاد. میگی من چیکار کنم؟ گفت نگاه کن من دیگه کسی رو نمیشناسم که بگم تو پیش کسی بری یا نه، اما یه چیزی رو بهت میخوام بگم، اونم اینه که به زودی در روی زمین پیامبری خواهد اومد، علائم و شواهد نشون خواهد داد که این پیامبر از نسل ابراهیم علیه السلام هست و در سرزمینی قرار خواهد گرفت که دارای نخله هست که دو طرفش سنگ‌های سیاه است و دارای نخل‌های بزرگی است که منظور همین شهر مدینه و یثرب هست، بین حرتین اصطلاحاً میگن. و این شخصی که پیامبر هست دو تا نشانه داره، یعنی 2-3 نشانه داره. اولا صدقه رو نمیخوره، قبول نمیکنه هر چه صدقه باشه، هدیه رو میپذیره و نشان نبوت هم بین دو کتفش وجود داره. یک نشانی وجود داره که بر اساس اون نشان که تو اگر به نگاه کنی متوجه خواهی شد که اون پیغمبره. اگه میتونی به اون سرزمین برو که به زودی این شخص ظهور خواهد کرد در اون سرزمین یا بالاخره با یک نشانه ظهور کرده. حالا بگذاریم داستان از این قراره. میگه این مرگش فرا رسید و من هم زیاد طول نکشید که تعدادی از تجار عرب از قبیله کلب اومدن یا بنی کلب به اونجا. من بهشون گفتم نگاه کنید فلانیا، من اینقدر گوسفند و گاو دارم، به شما اینها رو هدیه میدم، مال شما، مزد شما، اما منو به این سرزمین، به این شهر که داره این نخل ها هست و بین حرتین هست که دو طرفش سنگ های سیاه از دو طرف شهر مدینه برسونید که یثرب میگفتن. اونا گفتن باشه ما تو رو با خودمون میبریم. گوسفندها و گاوای منو گرفتن. میگه به مجرد اینکه اینها از اون سرزمین دور شدن در مکان خاصی قرار گرفتن که دیگه احساس کردن براشون خطر نداره، من رو به بردگی گرفتند و
و بالاخره به یک شخصی از یهودیان در این مسیر فروختن. اون شخص یهودی دیگه میگه من رو وادار کرد، من دیگه شده بودم برده اون، در خدمت اون بودم، تا اینکه پسر عموش اومد از بنی قریظه. بنی قریظه هم که خب از اهل مدینه بودند و اون منو خرید و با خودش به مدینه یا همون یثرب برد. میگه من تا مسیری که میرفتم یثرب نخل‌ها رو دیدم، فهمیدم این همون جاییه که اون کشیش در العموریه به من گفته بود در روم، و فهمیدم این همون شهریه که پیامبر به این شهر خواهد اومد. ایشون نقل میکنه که من در همین شرایط بالاخره بودم و مشغول بودم و خدمت میکردم برای این یهودی و متوجه هم نشدم که واقعا چه میگذشت، چون دیگه الان آثار بردگی بر من بود و آزاد نبودم که از همه اخبار با خبر بشم و صبح تا شب از من کار میکشید، تا اینکه بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه وارد این مدینه شد یا یثرب شد به اصطلاح اونها. میگه قسم به خدا من روی درخت خرمایی بودم، داشتم برای ارباب خودم کار میکردم. بالاخره کارهایی که انجام میدن، حالا کسایی که خرما دارن میدونن چه کارهایی رو روی درخت خرما باید انجام داد، از گرده افشانی یا برداشت و یا کیسه کردن و یا موارد خاصی که همیشه صورت میگیره اصلاح اینها. میگه اون ارباب منم زیر درخت نشسته بود که پسرعموش پیشش اومد گفت های خدا بکشه این قبیله اوس و خزرج رو که اینها اومدن در قبا جمع شدن، یک شخصی اومده ادعای پیامبری میکنه و رفتن به استقبال اون و دین اون رو پذیرفتن. میگه تا من اینو شنیدم این سخن رو، میخواست من اصلا یک تبی یک فشاری بر بدنم اومد بود، میخواستم از اون بالای درخت نخل خرما بیفتم پایین. میگه سری من اومدم پایین، به اون شخص گفتم چی میگی؟ دوباره تکرار کن. میگه ارباب من عصبانی شد، یک ضربه محکمی به من زد یا یک سیلی به من زد و گفت برو به کار خودت برس، تو چه به این کارها که چه اتفاقی میفته. میگه شب که شد من مقداری خرما جمع کردم از همون چیزی که سهم خود من بود و به طرف جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود رفتم و گفتم که به من خبر رسیده شما انسان صالحی هستید و یارانی داری بالاخره فقیر هستند و نیازمندن، من همین صدقه رو برای شما آوردم و شما سزاوارترین شخصی هستید که به این میشه داد. میگه پیامبر خدا این خرما ها رو جلوی یاران خودش گذاشت، خودش دست نزد، گفت از این بخورید و اصلا دستم به این خرما ها نزد. من با خودم گفتم این اولین نشانه درست بود. میگه رفتم و بالاخره با تعداد مقدار دیگه خرما جمع کردم و دوباره باز پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در فرصت دیگه ای اومدم و گفتم که من دیدم که شما خرمای صدقه رو نخوردید، اینها هدیه است برای اکرام شما، این خرما رو آوردم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از اون خرماها خورد و به یارانش هم گفت از اونها بخوره. من با خودم گفتم این نشانه دوم هست. تا اینکه میگه گذشت و تا یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بقیع داشته که از یارانش رو خاک میکرد، دفن میکرد اینها، من دیدم ایشون نشسته و بالاخره دوتا بر شالی مثلا رو دوششون انداختن اون لباس عربی که وجود داشت و میگه من رفتم بالاخره سلامی کردم، بالا به اصطلاح همینها بود و چرخیدم که پشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو ببینم. قسمتی خب از شانهشون لخت بود که ببینم آیا این مهری که گفت، نشانه‌ای که اون کشیش گفت وجود داره یا نه، که در عموریه. میگه وقتی پیامبر متوجه شد من دارم میخوام پشت سر ایشون ببینم، این روشانه هاشون رو، این کتف خودشون رو برهنه کردن و من دیدم بله همون نشانه ای رو که اون شخص میگفت وجود داره. میگه این دفعه خودم رو رسول خدا صلی الله علیه و آله انداختم و ایشون رو میبوسیدم و گریه میکردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت داستان چیه؟ من هم نشستم قصه خودم رو تعریف کردم. پیامبر خیلی خوشحال شد و دوست داشت که من این داستان رو برای یارانش تعریف بکنم و میگه من این داستان‌ها رو برای همه اونها تعریف کردم و خیلی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوشحال شد از این داستان و از این حکایت. و همچنان دیگه رسول سلمان با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و بالاخره حتی در جنگ خندق ایشون کنار پیامبر بود. در اولین جنگ غزوه‌ای هست که کنار پیامبر قرار میگیره و اون طرح جریان خندق رو عملا سلمان رضی الله عنه چیکار میکنه؟ به پیامبر خدا و صحابه پیامبر مشورت میده، چرا که مدینه به گونه‌ای بود که قریش تمام نیروها و قبایل عرب رو جمع کرده بود تا به مدینه حمله کنه، دیگه ضربه محکمی بزنه، همه چی رو نابود کنه. از اون ورم منافقین هماهنگ کرده بودن با بالاخره قریش، از اون ور یهود که با پیامبر
قرارداد بسته بود به یهود بنی قریظه که در صلح و دوستی با هم باشن، در جنگ کنار هم باشن. اینها برنامه‌ریزی کرده بودن با مشرکین که پیامبر و صحابه رو در تنگنا قرار بدن، در دو طرف مثل گازنبوری نابود بکنن. خب پیامبر اینها که هنوز از خیانت بنی قریظه خبر نداشت تا اون لحظه و چیزی هم نمیدونستن، اما میدونستن که اینها میان و خب به پیامبر هم بعد خبر رسید و ظاهرا تنها یک مسیر بود که میتونستن مشرکین حمله بکنن، مسیرهای دیگه قابل حمله نبود که بونده بودن چه بکنن چه نکنن، که عرب تا اون روز تجربه نداشت. سلمان گفت که در ایران برای اینکه حمله نشه دور شهرها روستاها خندق میزنن، چاله‌هایی رو میکنن، موانعی میذارن که دشمن نتونه به راحتی حمله کنه. پیامبر از این داستان خوشش اومد و در اون جریان دیگه خندق رو دستور داد کندن، همه با هم، رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب همه با هم این خندق رو کندند و بعد الحمدلله دشمن نتونست به اون موفقیتی که میخواد دست پیدا بکنه و دوچار یک تزلزلی شد. داستان این جنگ خندق هم حالا مفصل است که در جای خودش خدمتون ارائه میدیم و گفتیم که سلمان دیگه همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در جنگ خیبر و سایر جنگ‌های دیگه، غزوات دیگه، و همراه حضرت ابوبکر بود. حضرت عمر سلمان رو برای امارت شهر مدائن فرستاد و ایشون همچنان امیر شهر مدائن بود، امیری ساده زیست که اصلا همه تعجب می‌کردن. گفته میشه که سلمان وقتی که به اونجا رفت همه منتظر بودن که با چه هیئت و با چه دستگاهی میاد. انسان خیلی ساده‌ای با مرکب خودش میاد و با خیلی ابزارآلات خیلی ساده‌ای و همچنان ایشون فرماندار و امیر شهر مدائن بود تا زمان حضرت عثمان، تا اینکه خداوند دیگه ایشون عمر جان به جان آفرین تسلیم کرد. این مختصری بود از داستان سلمان رضی الله عنه. کسی که هر کسی میگفت این از ما هست، پیامبر گفت نه، سلمان از ما اهل بیت هست. مازاد حالا از و مواصفات سلمان هست و اخلاقیات که حالا انشالله یه روزی مفصل همه این داستان‌ها رو خواهیم گفت. ما همونجوری گفتیم این داستان‌ها برای جوانان و نوجوانان به صورت مختصر هست. تا روز دیگه و داستان دیگه در پناه خدای مهربان باشید.